شوهرر گوستاو بزرگترین توپ ساخته شده در دنیا توسط آلمان ها که تا امروز هم هنوز کشوری اقدام به ساخت یه همچین ابرسازه‌ای نکرده، یا شاید هم خیلی از کشورها نتونستن یه همچین سازه‌ای رو بسازن. این ماشین جنگی بزرگ در سال 1941 میلادی توسط آلمان نازی برای استفاده در جنگ جهانی دوم ساخته شد. شوهرر گوستاو رو اگر معنی کنیم میشه توپ بزرگ که وزنی معادل 1350 تن داره، 43 متر طول و 11 متر ارتفاع. دقت کنید 11 متر یعنی حدود یک آپارتمان 4 الی 5 طبقه. فقط لوله این توپ 400 تن وزن داشته. توجه داشته باشین این ارقام که به همین راحتی میگیم ساخته و پرداخته نشده. این ابرسازه جنگی قادر بود گلوله‌ای به وزن 7.9 کیلو رو تا مسافت 38 کیلومتری در برد مفید پرتاب کنه. در واقع میتونیم بگیم این یک کارخانه سنگین متحرک جنگی به شمار میاد. چرا میگیم کارخانه؟ چون 500 نفر تکنسین و خدمه و مهندس داشته تا بتونه کار خودش رو به درستی انجام بده. برای حرکت دادن گوستاو نیاز بوده تا ریل های 4 خطه بسازن که این ریل ها باید فونداسیون فوق العاده محکمی داشته باشن. غیر این ریل یا فرو میرفت یا میشکست یا تاب برمی داشت که نتیجه ناکارآمدی رو به بار می آورد. تا الان در مورد مشخصات توپ گفتیم، اما بپردازیم به اهداف ساخت و اینکه ببینیم نازی ها برای زدن چه جایی این توپ رو ساختن. عزیزان قبل از پرداختن به اهداف گوستاو ازتون میخوام اگر تا اینجای ویدیو رو دیدید و خوشتون اومده لطفاً کانال من رو ساب کنید و لایک رو هم بکوبید تا بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. متشکرم. هدف از ساخت گوستاو این بوده که در مرز فرانسه یک رشته استحکامات به طول 122 کیلومتر برای انتقال سربازها و ابزارها و ادوات جنگی ساخته شده بود. این خط بتونی اسمش ماژینو بوده که در داخل استحکامات بتونی ساخته شده بوده. بتونی که وظیفه محافظت از نیروها و ادوات رو داشته و به ضخامت 7 متر بتون آرمه بوده. 7 متر بتون آرمه میدونید یعنی چی؟ یعنی یک ورق فولاد به ضخامت 1 متر. خیلیه ها. در واقع خط ماژینو تونل هایی بودن که قطارهای حامل نیروی انسانی، ابزارالات جنگی و مواد غذایی برای جبهه‌ها رو انتقال میدادن. این خط به قدری پیشرفته بوده که حتی در مقابل حملات شیمیایی از جان نیروها مسئولیت ایجاد میکرده. از طرفی جهت دفاع نزدیک هم برجک‌های کوتاه بتونی قرار داشتن که داخل اونها از سرباز با اسلحه سبک بگیر تا توپ و خمپارانداز RPG استفاده می‌شده و جوری ساخته شده بودن که هیچ نیروی زمینی نتونه از اون رد بشه و خاک فرانسه رو اشغال کنه. به همین منظور آلمان نازی گوستاو رو ساخت تا بتونه این خط رو در هم بشکنه و بتونه وارد خاک فرانسه بشه. با اینکه گوستاو ساخته شده بود تا خط ماژینی رو بزنه، اما این توپ هیچ وقت در اونجا استفاده نشد و آلمان از مرز بلژیک وارد فرانسه شد. اما این توپ رو در یک جبهه دیگه به کار گرفتن. در سال 1942 آلمان ها این توپ رو بردن به کریمه برای اینکه بتونه نیروهای شوروی رو بزنه. کریمه جایی هستش که در اون اوکراین امروزی و روسیه در حال جنگ هستن. در 2 ژوئن 1942 گوستاو در کریمه مستقر شد و پرسنلش اونو آماده کردن برای شلیک به ارتش سرخ شوروی. همونطور که گفتیم این توپ گلوله 7.9 کیلویی رو با سرعتی بالغ بر 720 متر بر ثانیه به اهداف 38 کیلومتری میرسون و اونها رو منهدم میکرد و هرچی که جلوش بود رو نابود میکرد. از این گلوله فوق سنگین برای شکستن اهداف بتونی و سنگرهای مستحکم زیرزمینی استفاده میشده. اما این توپ یه گلوله دیگر هم میتونست پرتاب کنه که این گلوله کمی کوچکتر بوده. در واقع گلوله سبک 4 تن و 800 کیلو وزن داشت و با سرعت 820 متر بر ثانیه حرکت میکرد و اهدافی رو در فاصله 50 کیلومتری منهدم میکرد. از این گلوله برای شکستن خط مکانیزه و ماشین‌ها و سنگرهای ضعیف‌تر استفاده می‌شده. یکی از معروف‌ترین اهداف موفق گوستاو یک انبار بزرگ مهمات شوروی بوده.
این انبار فوق‌العاده مستحکم و بزرگ بوده. در واقع این انبار در دل کوهی سنگی ساخته شده بود و اسمش هم صخره سفید بود. در اون زمان شوروی خیلی به این انبارش افتخار میکرد و ادعا میکرد چون در دل کوه سنگی ساخته شده و ضخامت سنگ‌ها به چندین متر میرسیده، این انبار غیر قابل نفوذ و شکست و نابودی هستش. اما خب گوستاو بزرگ فقط و فقط با یک گلوله هفتونی کل این انبار رو نابود و تیکه تیکه میکنه. این توپ هر 45 دقیقه فقط میتونسته یک شلیک انجام بده. دقت کنید گفتیم 500 نفر پرسنل داره، یعنی با این حجم از نفرات هر 45 دقیقه یک شلیک میکرده. پس خودتون در نظر بگیرید که آلمان ها چه چیزی ساخته بودن که اینقدر بزرگ و عظیم بوده. گوستاو در یک ماه اول که در کریمه بود 300 گلوله شلیک کرد که همین موضوع باعث شد لوله اصلی سطح صیقلی خودش رو از دست بده و در بعضی قسمتاش ترک‌های ریزی ایجاد بشه و همین موضوع باعث شد تا از کار بیفته، چون خیلی خطرناک بود. اگر لوله میترکید کل 500 نفر و تمام اجزای توپ نابود میشد و همین منظور تا زمان تعویض لوله کارش رو متوقف کردن. ما هیچ وقت این لوله 400 تنی تعویض یا تعمیر نشد. آلمان ها محاسبه کردن بخوان این لوله رو دوباره بسازن و منتقل کنن به محل قرارگیری، هم از لحاظ زمانی خیلی طولانی میشد و هم هزینه بالایی میبرد. پس همونجا رهاش کردن. یکی از مهمترین دلایل رهاسازی گوستاو هم پیشرفت در علم موشکسازی بوده. از سال 1942 دیگه ساخت توپ‌های بزرگ با هزینه‌های بالا کارآمد نبود و علم و تکنولوژی جنگی به سمت ساخت موشک رفت. اما چه بلایی سر گوستاو اومد؟ در سال 1945 که جنگ تموم شد و آلمان شکست خورد، کشورهایی مثل آمریکا و شوروی در برخی از کارخانه‌های فولاد و اسلحه سازی، مخصوصا کارخانه‌ای که گوستاو رو ساخته بود، تیکه‌های اوراق شده گوستاو رو پیدا کردند و هیچ کس هم نفهمید که چرا اینو اوراق کردن. آیا می‌خواستن تکنولوژی ساختش دست کسی نیفته یا اینکه برای بازیافت اوراق شده؟ خب دوستان عزیز، به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. روزگار خوش.